به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر گرامی همشهریان عزیز و ارزشمندمون در شهرستان جیرفت. موضوع کشاورزی هسته‌ای که روزهای اخیر توسط استاندار محترم کرمان مورد تأکید قرار گرفته که در باعث تحول اقتصاد استان میشه، حقیقتا همینجور هست. اگر ما به پیشینه کشاورزی جنوب استان کرمان توجه کنیم، جنوب استان کرمان اولین جهش رو در اواسط دهه 50 تا دهه 60 داشت، به طوری که حاصل مطالعاتی که در اواخر دهه 40 صورت گرفت و در دهه 50 این مطالعات وارد فاز عملیاتی شدند، زیرساخته‌هایی رو در منطقه شاهد بودیم، از جمله ایستگاه تحقیقات کشاورزی. خدمت شما عرض کنم همین سازمان جهاد کشاورزی که باید در آن دوره گذشته تحت عنوان سازمان عمران تلقی میشد و خدمت رو عرض کنم که سیلویی که الان در جنوب شهرستان جیرفت داریم، اینها حاصل مطالعاتی که در اواخر دهه 40 و اواسط دهه 50 صورت گرفت و نهایتاً عملیاتی شدن، باعث شد یک جهشی رو در اقتصاد کشاورزی جنوب استان کرمان شاهد باشیم. جهش دوم رو از اوایل دهه 80 در جنوب استان کرمان شاهد بودیم. در جهش دوم که صورت گرفت، با وارد کردن نهادهای کشاورزی خاص و پیشرفته‌ای که حاصل تولیدات کارخانه‌های در خارج از کشور و بعضیشون در داخل کشور بودند، یک سری نهادها نظیر سموکودها تولید شد. خدمت رو عرض کنم که علم گلخانه‌داری رو به کشاورزان آموزش دادن، کشاورزان به این سمت رو آوردن و نهایتاً باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی شد. حتی سموم و بذوری رو که وارد شهرستان جنوب استان کرمان شد، اینها باعث شد که عملکرد عملاً افزایش پیدا کنه و باعث بهبود اقتصاد کشاورزی منطقه باشیم. در کنار این مسئله که در دهه دوم ما شاهد بودیم، ادارات کل، دانشگاه‌ها هم نیز توسعه پیدا کردن. تعداد اداره کل افزایش پیدا ایجاد شد، مستقل شدن. دانشگاه هم رشته‌های کشاورزی رو افزایش دادن. عملاً ما یک حالت پویایی رو در کشاورزی منطقه شاهد بودیم در بحث زیرساخت‌ها. اما در کنار این مسئله یا در عبارتی در ادامه این مسئله، خشکسالی‌ها باعث شد که میزان عملکرد پایین بیاد در بعضی از مناطق. آفات و بیماری‌ها که افزایش پیدا کردند. تنوع کشت در بعضی مناطق به خصوص در مناطق کوهستانی کاهش پیدا کرده. اون تنوع کشت و پویایی کشاورزی رو مثل قدیم شاهد نیستیم. برای غلبه بر این مسئله، علم کشاورزی هسته‌ای میتواند گره‌گشا باشد، زیرا در کشاورزی هسته‌ای روی بهبود خاک، روی خدمت عرض کنم عملکرد گیاه در واحد سد، روی خدمت عرض کنم مقاومت گیاه در برابر بیماری‌ها و حتی در برابر انبارداری کار میشه. گیاهانی مقاوم تولید میشه. وقتی ما یک گیاهانی مقاوم رشد تولید کنیم و در منطقه بکاریم، عملاً در برابر این معضلاتی که عنوان شد، گیاهامون، محصولاتمون پایدار هستند، مقاوم هستند و در نتیجه کشاورز میتواند سود لازم رو داشته باشد و امنیت غذایی هم برای جنوب استان کرمان و هم برای کشور شاهد باشیم.